درباره همین چکدم بتین همین موادی که کار میکنین این چطوره؟ و علیکم السلام، سلامت باشید. تشکر انجینر صاحب میلاد خان احمدی. اینجا که میبینی چکدم یا بند خاکی در ولایت غزنی ولسوالی ناوه است. در حدودا 10,000 متر 10,500 متر مربع است. دیگه این مواد که میبینیم مواد به نام مواد پلیستین ژئوممبران است. ضد نشت است، ضد آب و به اصطلاح ضد بخار است و ضد آفتاب است. سرعت کارش بسیار زیاد بالاست، هزینهش بسیار پایین است. بهترین گزینه برای کسایی که به اصطلاح اوضاع زراعتی و ماهی پروری و رطوبت زدای ساختمان‌ها و هر شکلی که نیاز داشته باشن نیازشون برآورده می‌سازه. تشکر میکنم آقای شمشیری. یک معلومات دیگه که همین ورق در مقابل آفتاب و یخزدگی سردی زیاد چطور است مقاومتش؟ بله دقیق بجا فرموده. این ضد سردی و ضد گرمی است. گرمی تا 60 درجه و سردی تا منفی 30 درجه و الی منفی 50 درجه هم حتی تحمل داره. یعنی منو فرسایش نمیکنه، از بین نمیره، ترک نمیخوره. همچنان ضد آفتاب است، ضد یووی آفتاب است. فیصدی بسیار بالا مواد ضد یووی آفتاب دیگه گرد شده که 10 سال ضمانت داره تا 100 سال هم اگر محافظت شود. البته